انطيني رقم تليفونك إذا ضعت أخابرك. شماره تلفنتو بده، اگر گم شدم زنگت بزنم. یا میگیم انطینی یعنی به من بده. انطینی رقم تليفونك. رقم تليفونك یعنی چی؟ شماره تلفنت. حالا میتونه موبایل باشه. انطینی رقم موبایلک. اینجا در واقع عوض میکنیم، شماره موبایل تو بده. اگر گم شدم چی میشه؟ اذا ضعت. ببین با رنگ آبی. اذا ضعت یعنی چی؟ اگر گم شدم زنگت بزنم. اخابرک. جمله سازی و مکالمه لهجه عراقی با عمار هاشمی. داشتم می اومدم ولی کار داشتم. دتیجی والله خبالتنی. داری میای به خدا منو دیوونه کردی. چنه جای داشتم می اومدم. چنه جای با رنگ آبی داشتم می اومدم. بس با رنگ میشه ولی. بس ولی با رنگ قرمز. صار عندي شغل یعنی کار داشتم. شغل میشه کار. صار عندي شغل کار داشتم. چنین جای به صار عندي شغل داشتم می اومدم ولی کار داشتم. دتیجی والله خبالتنی. داری میای. دتیجی با رنگ قرمز یعنی داری میای. والله یعنی به خدا. والله به خدا. خبالتنی یعنی منو دیوونه کردی. چنین جای به صار عندي شغل داشتم می اومدم ولی کار داشتم. حالا اگه مؤنث باشه چی میشه؟ چنین جای به صار عندي شغل. چنین جای برای مؤنث. داشتم می اومدم ولی کار داشتم. به صار عندي شغل ولی کار داشتم. دتیجی والله خبالتنی. داری میای به خدا منو دیوونه کردی. ما رو در شبکه‌های تلگرام، ایتا، یوتیوب و آپارات دنبال کنید. اعضای خانواده، افراد العائله. هاشمی لهجه عراقی. افراد العائله، افراد خانواده: پدر، مادر، خواهر، برادر، ابی، امی، اختی، اخی، خاله، عمه، دایی، عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، خالتی، عمتی، دایی، خالی، عمو، عمی، پدر بزرگ، جدی، مادر بزرگ، جدتی او بیبیتی. ابن اخوی، برادر زادم. هذا اخوی، این برادرمه. های اختی، این خواهر منه. های امی و اختی، این مادر و خواهرمه. هذا ابوی وی اخوی دیجون، این برادر و پدرم با هم دارن میان. اعرفک علی خالی، داییمون برات معرفی میکنم. او هذا خالی، این دایی منه. هذا ابن خالی، این پسر داییمه.
هذا ابن خالتي، این پسر خالمه. های بت خالتی، های بت خالتی، این دختر خاله منه. آب و هوا، الجو او الطقس، آب و هوا. بارد، دافئ، حار، ممطر، عاصف، مثلج او ثلج. مشمس، ضبابی، غائم. بارد یعنی سرد، کمی گرم، دافئ، گرم، حار. بارونی، ممطر. طوفانی، عاصف. مثلج، برفی. آفتابی، مشمس. ضبابی، مه. غائم، ابری. آموزش مکالمه جمله سازی لهجه عراقی. تعلیم اللغة الفارسية اصطلاحات ومفردات. پریدن، طفر، یطفر. نمیذارم بپری، خیلی خطرناکه. ما اخلیک تطفر، کلش خطره. ما اخلیک الطفرین، کلش خطره. نمیذارم با رنگ قرمز، ما اخلیک بپری تطفر. جمله بعدی آروم بپر، حواسم بهت هست. اطفر على كيفك، أدير بالي عليك.